ببینید جلالین چی گفتند؟ فاسق ها نگفتند و فکان المنافقون یتعرضن لهم. منافق ها یعنی پیش راهی زنها را می گرفتند. زنها که بیگاهی به قضای حاجت می برآمدند پیش راهی آنها را منافق ها گرفته گپ می پرتافتند. و این عادتی مردها هست. مرد که از زن دید که همین لباسش دلالت میکند که همین زن کی هست. مثال وقتی که شما زنهای محترم لباسی بیزه پوشیدید یا حتی حجاب هم پوشیدید و حجابی تنگ پوشیدید که اون حجاب حساب نمیشد از نگاه شریعت، وقتی که پسرها به شما گپ پرتایی میکنن شما از خودتون خفه شوید، چون که شما گفتی الله تعالی را اجرا نکردید. اگر خواهید که اذیت داده نشوید، بله در بعضی کشورها حتی به زنهای حجابدار هم بعضی مردهای فاسق گپ میپراندند، لیکن اینجا بعضی مثلا زنهای فاسقه فاجره که پنهانی دست به جنایت میزنه است، گاها حجاب به سر کرده میکند، بنابراین آنهایی که مثلا تکثیران هست و عملهای فسق و فجور آنها رو میبیند گمان میکند که دیگر زنهای سطردار هم به همین خیل جنایت ها دست میزند. اینها فقط جنایت هاشون با سطر میپوشه، اینا اصلا در یعنی زنهای دیندار و سطردار نیستند، فقط یعنی هست این شاید 1% یا که شاید از 1% هم کمتر در عمومی دنیا یعنی گناه خود را با سطر پوشیدند. اینها را دیده بعضی فاسق‌ها گمان میکنند که دیگر حجابدارها هم میخله، که این اصل نیست. اصل این است که وقتی که زن لباسی با حشمت که پوشیده است دلالت به پاک بودن اون زن میکنه. کسی که ذره ایمان دارد باید به طرف او یعنی گپ نپرتاید. معنی اینا ندارد که یعنی وقتی که زن لباسی یعنی برهنه و نیم برهنه پوشیده است با آنها گپ پرتافتن و سخن گردن و نظر کردن جایز است. نه، با اونها هم جایز نیست.